حدیثی قصه حضرت جبرئیل از برای شما بیان کرده ایستاده ایم، فراموش نکرده اید. گفتیم که حضرت جبرئیل علیه السلام به صورت یک اعرابی با لباس بسیار سفید و آزاده، با موی سری شانه کرده و درخشان از سیاهی نزد حضرت تشریف آورد. با آدابانه سوالش کرد که یا رسول الله اخبرنی عن الاسلام، ای حبیب خدا گفت مرا از اسلام آگاه ساز. در جواب پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم فرمود الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله و تقیم الصلاه و تؤتی الزکاه و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا. یعنی همون 5 بینای مسلمانی را که مادرها در زبان ها مشینانده بودن، در ذهن ها گذاشته بودن، همون را حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرد. البته حضرت جبرئیل احتیاج به این علم نداشت. این سوال برای آن کرد که مردم آداب سوال یاد گیرند، از اسلام با خبر شوند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم میدانست که سوال کننده حضرت جبرئیل است. پس این پاسخ برای ما و شما داده است که ما دانیم که اسلام یعنی چی. هفته گذشته در اطراف و حوالی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله با شما یک صحبتی مختصری داشتیم. گمان میکنم همون مقدار کفایه است. یک نکته بس است، اگر شعور است ورنه چه چراغ پیش کور است. خب اکی امروز بر رکن دوم بینای اسلام به نماز میپردازیم. و تقیم الصلاه، پیغمبر محبوب صلی الله علیه و سلم فرمود اسلام آن است که نماز برپا داری، زیرا این نماز فرمان خداوند رب العزت است. نماز هیچ کس از خود اختراع نکرده است، نه هیچ پیغمبری، نه هیچ اولیای، نه هیچ بزرگی، بلکه این امر از جانب خداوند متعال است برای تمام بندگانش، از آدم علیه السلام تا خاتم و از خاتم تا به این دم نماز فریضه الهی است. البته که نمازها از همدیگر تفاوت داشتند. نمازها و شریعت‌هایی که خداوند متعال از برای پیغمبرانش میداد هر کدام از همدیگر یک تفاوت دارند. نمازهای بدن که مثلا رکوع نداشتند، نمازهای بدن که قعده نداشتند، اما البته در همه نمازها همین سجده هست، همش با سجده الهی هستند. و نماز مکمل ترین، زیباترین، کامل ترین خدای تعالی از برای حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم هدیه کرد. واقعا زیباست. هیچ بار همین نمازخانه از پهلو مشاهده کرده اید؟ یگان روز نماز جماعت شوه و از یک گوشه با کسی که در نماز جماعت شرکت نکند و حکمش بسیار سخت است، انشاءالله در موضعی خود در این موضوع صحبت خواهیم کرد. اما اگر شما نماز جماعت خوانده باشه در یک گوشه نگاه کنه که چقدر زیبا و آزاده می ایستند. سربازها از برای آن که راست ایستادن یاد بگیرن، همون کمند رونیه سمیر را یاد بگیرن، نیم سال و یک سال تعلیم شو میتن. راست شو میکنه بیچاره کماندیر، سیاست شو میکنه، نریت شو میتن. اما نمازخوانو به امر پروردگار چنان صف درست میکنن، چنان قایم می ایستند، یک باره به یک امر همه رکوع میکنن، همه از رکوع برمیخیزن، همه سجده میکنن، به شرطی که تمام قانون و واجبات نماز رعایت کنن، که اگر شخص از طرف ایستاده و نگاه کند حواسش میکند. یک لرد انگلیسی مسلمان شده است، از سوالش میکنن که چرا مسلمان شدی، سببش چی است؟ ترا پدر و جد اجداد و گذشته ها همه نصرانی ها بودن، چی سبب شد که تو مسلمان شدی؟ گفت یک روز نمازخانه مسلمان ها را مشاهده کردم. مدتی دراز این مرد، این لرد گفته است من در قشون ها خدمت میکردم، از همه قشون منظم ترین در دنیا قشون انگلیس ها است.
من میدونم که با چی مشقت با چی عذاب همون صفها را ما درست میکردیم. با این قدر مسلمان خورد و بزرگ، پیر جوان، قامت بلند و قامت پست، همه صف گرفته، همه به یک فرمان، کسی از بالاشون نظارت نمیکنه غیر خدا. در یک آن واحد رکوع میکنن، بعد از آن به سجده میروند. چنان زیبا، چنان فورم که ذوقم کرد. میگه بعدا وقتی که کتاب قرآن ورق زدم، ترجمه قرآن، وقتی که از اسلام با خبر شدم، خدای تعالی هدایتم کرد و یقین کردم که واقعا دینی که وسیله نجات بنی بشر است اسلام است و اسلام عزیز قبول کردم. پس ببینید که این نماز چی بزرگی ها دارد. در احادیث از چندین صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حتی علامه سیوطی در جامع الصغیرش از 5 صحابی روایت میکند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود الصلاة خیر موضوع، نماز بزرگترین عبادتی هست که خداوند متعال در روی زمین از برای بندگانش وضع کرده است. از نماز بزرگتر همین لا اله الا الله است. بعد لا اله الا الله نماز می ایستد. ستون اساسی، رکن اساسی اسلام نماز است. در یک روایت اومده است مادر ما بیبی عایشه از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال میکند که یا رسول الله، سبب چیست که امری به نماز در قرآن اینقدر زیاد اومده است؟ و اقیموا الصلاة و اقیموا الصلاة. خداوند به بندگانش مراجعت میکند نماز برپا دارید، ای بندگان نماز برپا دارید. فقط با زکات نماز در 82 موضع توأم ذکر شده است. اگه چی مقدار این به زکات است خودتون تصور کنید. قریب صحیفه این است در قرآن که امری به نماز خداوند بندگانش نکرده باشد یا که صفت نمازگزارا را نکرده باشد. حضرت گفت من احب شیئا اکثر ذکره، هر کس چیزی را دوست بداره ذکر او را زیاد میکنه. ببینه این جوانای ما اگر یگان تاش یگان جیب بخره تا یک ماه گپش گپی همون جیب پای یگان گپ دیگه در دهنش نمیوید. بعضی جوانای ساده هستن خداوند میسرشون میگردونه، یگان زنی صاحب جمال میگیرن، اگر چند گپی زنه در معرکه ها گفتن از روی عقل فراست نیست، در کجای بشینن تعریف توصیف زن ندیده دهنشون، برای که دوستش میداره همون را. خدای بزرگ نماز دوست می‌دارد، گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم. از همین خاطر ذکر نماز از همه زیاد کرده است. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، صحابی بزرگ پیغمبر که فقیه امت است، میگوید باره با رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جا نشسته بودیم، سوالش کردم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ای العمل احب الی الله، گفتم ای پیغمبر خدا کدام عمل ها نزد خداوند از همه محبوب تر است؟ حضرت در جواب فرمود الصلاة علی وقتها، محبوب ترین عمل نزد خداوند متعال ادا کردن نماز در وقتش است. یعنی نماز برای خودش وقت داره، همون نماز باید در وقتش خوانده شود. الصلاة علی وقتها. حضرت عبدالله ابن مسعود میگه که سوالش کردم که ثم ای، بعد نماز کدام عمل نزد خدا محبوب است؟ حضرت فرمود ثم بر الوالدین، بعد از آن نیکی و احسان کردن در حق پدر و مادر. بعد با سوال شد که یا رسول الله ثم ای، بعد از نیکی و احسان به پدر و مادر کدام عمل خداوند از همه بیش دوست می دارد؟ حضرت فرمود الجهاد فی سبیل الله، سوم عمل محبوب نزد خدا در راه خدا جهاد کردن، یعنی خون و مال خدا به خاطر خدا ریزاندن. پس ببینید محبوب ترین عمل نماز گفته است، الصلاة علی وقتها، ادا کردن نماز در وقتش. واقعا این نماز بسیار نعمتی بزرگ است. کسی که صاحب نماز است وقتش خشی، دماغش چاقی. بسیار این شخصایی که نمازخوان هستند از مرگ ترس ندارن، از واقعه‌های ناخوشایند ترس ندارن، زیرا همیشه توشش و همراهشون است. زیرا در یک شبانه روز 5 بار با خدا مخابره دارن.
با خدای بزرگ مخابره و معامله دارن. 5 روز در یک شبانه روز لااقل با خدا مناجات میکنن. خداوند سخناشون میشنوه. خداوند از راز و نیاز اینا آگاه است. البته ایو وقت چه خوشن، زیرا این نمازی که ایو میخونن این فردا روز قیامت برایشون نور میشود، حجت میشود، وسیله نجات از آتش جهنم میگردد، وسیله ورود به جنت المأوا میگردد. همو گفته بودیم هفته گذشته که پیغمبر خدا گفت لا اله الا الله مفتاح الجنه یا مفاتح الجنه قول لا اله الا الله. یادتون هست حضرت وهب بن منبه وقتی که سوال کردن که آخی لا اله الا الله کلید جنت که باشد، ما اهل لا اله الا الله هستیم، ما را چه قدر ترس میتی؟ گفت بلا ولکن لیس مفتاح الا وله اسنان. بله گفت، اما هر کلید دندانه دارد. دندانه های اساسی انمو کلید لا اله الا الله و محمد رسول الله نمازه. زیرا دروازه اولی که فردا روز قیامت بروی بنده باز می شود نمازه. از نماز که گذشتی دیگه در هدا می رسی. در این نماز که نگذشتی وای به حالت همونجا میمونی، دیگه او کلید چی فایدت میکنه؟ پس دندانه اساسی کلیدی لا اله الا الله و محمد رسول الله نماز بدست. و نماز، این نمازی که امروز ما میخونیمش 5 مراتبه در یک شبانه روز. ما با شما در قصه شب معراج سال گذشته مفصلا صحبت کرده بودیم که خداوند متعال بر حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم نماز 50 تا تعیین کرده بود و پیغمبر خدا به خشنودی همون 50 نماز قبول کرد. بسیار وقتش خوش که خداوند به ما باور کرد، به هیچ پیغمبرش 50 نماز نداده بود، به من داد. با وقتی خوش وقتی که با آسمان ششم نزول کرد، حضرت موسی علیه السلام در دم راهش استاد، گفت محمد جان برادر برگرد. گفت این مردم نمیدونی، بگرد التجا کن خداوند شمارش کم کنه که این 50 نماز از برای امتی تو بسیار مشکل است. آخه من این مردم تجربه کردم میدونم. حضرت دیده شد که آخه موسی علیه السلام عمری بسیار طولانی دیده است، تا 300 سال مردم تجربه کرده است. نکند که امتهای بعدی او کسایی که از دیدار رسول الله صلی الله علیه و سلم محروم هستند تنبلی کنند این 50 نماز نخوانند. از این خاطر خفا گشت، پیش خداوند آمد. حضرت خداوندی گفت حبیبی من چرا گشتی؟ گفت پروردگارا موسی برادرم از راه گردونده کن. گفت همین 50 نماز مشکل است، نکنه که امتی من 50 نماز ادا کرده نتونن شرمنده و خجل شوم من. حضرت خداوندی یک باره 10 نماز کم کرد. گفت برای 10 نمازش کم 40 تا. مایده بازی نکرد، یک تا دو تنه یک باره 10 تا. دیگه حضرت رسول الله بال برآورد، شتابان اومد. حضرت موسی در جوش ایستاده است. گفت چی شد؟ گفت 10 نماز خداوند کم کرد، 40 تا حج شد. گفت برگرد. گفت من این مردم تجربه کردم میدونم اینا 40 نماز خونده نمیتونن. پیش خدا التجا کن که شمارش کم کند. حالی دیر نشده است، به زمین که رفتی دیگه دیر میشود. حضرت بازگشت پیش خداوند متعال. خداوند از تمام احوالش با خبر است. گفت 10 تا دیگه هم کم کردم برا. قیسه کوتاه 10 تا کم کرد. 10 تاش ماند. حضرت موسی باگردوندش که 10 تا بسیاره بگرد. که آمد یک باره نیمشه کم کرد. گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم نماز از برای تو و از برای امتی تو 5 تا و انه لا یبدل القول لدی و ان لك بهذه الخمس 50. من گفت نماز 5 تا کردم، اما هیچ وقت خدای تعالی وعده دادگیش خفا نمیگیره. از همین خاطر در عوض 5 نمازی که بر تو و بر امتت من فرض گرداندم، اجر ثواب 50 نماز عطا تو میکنم. این از فضیلت نماز برادرها، این از او مرتبه و منزلتی که خدای تعالی از برای نمازخوان عطا کرده است. پیوسته رخ نمازخوان گلگون است.
رویش همه نور، طالعش مقرون است. آن کس که نمی گذارد این 5 نماز، شوم است و پلید، ناکس و ملعون است. از طرف دیگر نمازی که ما میخونیم کفارت گناه های ما و شما است. در این شبانه روزی ما همه قدر گناه میکنیم که خداوند قادر خودش دانا است. این گناه های ما از موی سر زیاد است. اگر پروردگار با ستر ما را نپوشونه و همون رفتار و کردارهایی که در خلوت داریم آشکار کنه، قسم به خدا خلق عالم در رومان توف میکنن. اما خدای بزرگ سیر ما را میپوشونه، گناهامون آشکار نمیکند. و باز این نمازی بزرگ برامون تعیین کرده است که ای بنده مؤمن، تو نماز بخونده من گناهات ببخشم. امام مسلم روایت میکند از حضرت ابو هریره راوی امت رضی الله عنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه و رمضان الى رمضان مکفرات ما بینهن اذا اجتنب الكبائر و فی روایت اذا اجتنبت الكبائر. نمازهای 5 گانه که بنده در یک شبانه روز ادا میکند و نماز جمعه که در یک هفته 1 مرتبه واقع می شود و روزه ماه شریف رمضان که در 1 سال 1 مرتبه می آید، کفارت گناه بنده هستند. گناهایی که در همه پروسس در جریان همه 1 سال واقع می شوند کفارتش همینا هستند، به شرطی که بنده از گناه کبیره اجتناب ورزد. اگر شخص گناه کبیره نکند، اگر مرتکب گناه صغیره باشد، پیش از همه همین نمازهای 5 گانه گناهاش می آمرزند. خدای تعالی توسط نمازهای 5 گانه گناهاش می بخشه این بنده را. بخاری و مسلم روایت میکنن، حدیث متفق علیه است، از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. یک مرد میگه یک روز با یک زنی فاحشه ملاقات کرد و شهوتش که بالا گرفت، یک بوسه از همون زن سیتاند. ناخست عقلش در سرش زد که خاک در سر تو چیکار کردی؟ تو در پیش خدا چی جواب میگویی؟ یک زنی بیگانه ملعونه فاحشه را تو بوسه کردی، این خداوند تو از لبات آویزان کنه، فردا روز قیامت احوال تو چی میشه؟ گریه نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم اومد. این واقعه در مدینه منوره واقع شده است. اومد قصه کرد که یا رسول الله، شیطان لعین در وسوسه انداختم، خدمت باز داشته نتونستم، همین کارا صادر ساختم. فانزلت علیه، خداوند میگه بر حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم آیه قرآن نازل کرد: استعیذ بالله و اقیم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین صدق الله العظیم. خداوند گفت نمازها را برپا دار در 2 طرف روز، از نیم صبح و از نیم شام و 1 حصه از شب که نمازی خفتن است. به درستی که حسنات گناه ها را محو میکنن، یعنی که حسنات همون نماز است و همین نماز گناه های صغیره را محو میکنه اگر به شرط کبیره نباشه. ذالک ذکر للذاکرین، این یک پند است از برای اهل پند، از برای پند پذیرها. این مرد گفت یا رسول الله علی هذه، ای حبیب خدا، گفت این امر فقط به من تعلق دارد؟ آیا خداوند فقط همین گناهی مرا بخشیده است؟ حضرت صلی الله علیه و سلم در جواب فرمود لمن عمل بها من امتی. نه، گفت این عام است، برای تمام امتی من است. هر کسی از امتی من مرتکب گناهی صغیره شود، توبه کند، نماز خواند، همین نماز کفارت گناهش می شود. در حدیث آمده است، حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند، بار پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به اصحاب مراجعت کرد، فرمود ارائیتم لو ان نهرا بباب احدکم یغتسل منه کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنه شیء. شما گفت ببینید، اندیشه کنید، اگر
از نزد دروازه یک نفر شما یک نهر آب گذرد، آب جاری، آب کلان غور و چقر، و در همون نهر در یک شبانه روز 5 بار غسل کنه، آیا در بدن شما یگان ذره چرک میمونه؟ آیا یگان گرد غباری در بدن تو میمونه؟ در جواب صحابه ها گفتن یا رسول الله لا یبقى من درنه شیء. او شخصی که در یک شبانه روز 5 بار غسل میکنه از کجا در بدن او چرک میمونه؟ حضرت گفت فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو الله بهن الخطایا. ای مردم گفت انمی مسئله 5 نمازی که در یک شبانه روز میخونه، مسئله انم آب نهر میمونه، و مسئله 5 بار غسل کردن مؤمن همو آب میمونه که خداوند توسط این 5 نماز گناههای شما را میشوید، همچنانه که آب چرک و غبار را. تصور کنه یک شخص در یک جا کار میکند، در یک جا کار میکند و حضرت مرحمت کنید، حضرت دملو حاجی میرزا دوست و برادرمون و زمیلمون، زمیل کسی ندونه کلیگا برزم همه اینها خیش تبارمون، کاش که رحمتی پدرم زنده میشید و خورزوش پیشش میبردم، بسیار وقتش خوش میشد، زیرا سیله رحیمه او مردای پیشیده خیلی دوست میداشتن. امروز با مسجد ما تشریف آوردن، قدوم حضرت خیر مقدم میگوییم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن را داریم که پروردگار به شرافت قدوم بزرگا طاعات و عبادات ما را قبول و مقبول گرداند و در نامه اعمال ما ثبت سازد. آمین. اکا بشینید. تصور کنه که یک شخص در جای کار میکند، از جای کار باید به خونش بیاید و در همین طول راه گشتن از 5 نهری که کپر نداره پول نداره گذره، آیا در بدن یگان گرد غبار میمونه؟ ذره چرک میمونه؟ هرگز نه. پس وقت شخص در یک شبانه روز 5 نماز میخواند و باز او 5 نماز با جماعت مستحبه ادا میکند، خوشا به حالش که انشاءالله در بدن این جوان مرد ذره گرد غبار نمیماند و در نامه اعمالش ذره گناه و معصیت باقی نمیماند. خدای تعالی همه او گناه و معصیت ها را از نامه اعمال این بنده محو میسازد. نماز این بزرگی ها و این مرتبه ها را دارد. نماز وسیله نجات بنده در دنیا و در آخرت است. کسی که نماز میخواند خداوند او را مسئول و محفوظ می‌دارد از جمیع بلاها، از جمیع آفتها. از همه چی میترسیم. ببینه کارگزار از جای کارش میترسه، وظیفه‌دار پیش فولبین میروه که کویگون بلا کن یا سلم سبیل کن ای کار نگیرنم. وقتی خاک در سرت بیمار داری نمازک بخوانی، ای خدای بزرگ طلب کن تا اینکه پروردگار بزرگ مرادات حاصل کنه، چشم دشمنات کور کنه. از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنن که هر بار یگان مشکلی می اومد، یگان دشواری واقع میشد، البته توجه به نماز میکرد. امام احمد در مسندش و امام ابو داود در سنن روایت میکنن از حضرت حذیفه یمانی که صاحب سیر رسول الله صلی الله علیه و سلم است، که حضرت حذیفه فرمود همون سه کودک بی ادب روی کو دبیرم میشینه، در این درو مجاهدا میشینن، کسایی که ساعت 11 دهنی میوین جو میگیرن، در ساعت 12 اومده و با مفارت در دروجه تو کنن. حضرت حذیفه میگوید کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا حزبه عامر فزع الى الصلاه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هر وقت یک مشکلی به سرش می اومد، یک امری ناخوش روی میداد، البته که رجوع به نماز میکرد، در حال شروع به نماز میکرد. از صحابه های بزرگش روایت است هر وقت حتی شمالی سخت میوزید، زمین لرزه میشد،
ماه یا آفتاب میگرفتند. حضرت صلی الله علیه و سلم به نماز شروع میکرد، پیش خدا التجا و التماس میکرد. در تمام مشکلات پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم توجهش به نماز بود، زیرا نماز مناجات بنده با خدا است. ساعت قبول خدا هم ساعت نماز است. اگر که در نماز نباشی خداوند از کجا تو را قبول کنه؟ از کجا دیگر راز نیازی تو را بشنوه؟ از کجا مرادی تو را حاصل کنه؟ پس این وسیله مستحکم که نماز است هرگز فراموش نکنید. حضرت عبدالله ابن عباس در سفر بود، بالای شتر میرفت، ناخواسته یک خبر ناخوش از براش رساندند. گفتند یا صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرزندت از دنیا گذشت. گریه و ناله نکرد، کلمه استرجاع به زبان راند، انا لله و انا الیه راجعون. بیشک ما خدا رایم و به سوی پروردگار رجوع کنندگانیم. از شتر پایین شد، 2 رکعت نماز خواند. بعداً گفت همو وظیفه و مسئولیتی که خدا در ذمه ما گذاشته است الحمدلله من ادا کردم. و آیه قرآن بزرگ زمزمه کرد، استعیذ بالله و استعینوا بالصبر والصلاح. از خدا کمک جویید، از خدا مدد خواهید توسط شکیبایی و صبر و توسط نماز. و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. و خدای بزرگ میگه که بدرسته که این نماز بسیار مشکل است، بسیار وزنین است. شیطان میگذارد که تو نماز بخونی، هر وقت که نیتی نماز میکنی میگه ولی تیوشی. آخه پدر در 50 سالگیش نماز خوانشید، همسایه تو در 70 ساله شده است ولی هم نماز نمیخونه، ولی تو جوانی بے پروا باش. یا صبح وقتی که از خواب میخیزه جوان، شیطان وسوسهش میکنه و پوستین شده بلاش بار میکنه، ای بزخواه در جول غنیمتت، خیبه میخیزی نمازی سری افتاب میخونی. یک بار پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نماز قضا کرده بود کو و انها لکبیرة، بعد راستی که نماز بسیار وزنین است، مشکل است، الا علی الخاشعین، مگر بر شخصای خشوع کننده، مگر بر کسایی که ترس خدا دارند، مگر بر کسایی که امید به خدا میبندند. برای اینا هیچ وقت انشاءالله نماز مشکل نیست، بلکه قره ده چشمشون است، روشنایی ده چشمشون است، بلکه این نماز آرام و تسکین بخشنده قلبشون است. واقعا در بعضی از کتب آمده است، یک کتاب دارم با نام نزهة المجالس، قصه های عجیب و غریب زیاد روایت شده است در اونجا. یک قصه شو برات بیان میکنم، اگه چقدر درست بدن شد حوالش به خدا میکنیم و به صاحب کتاب، اما واقعا شنویدنی باب است. یک مرد بود است، بسیار مرد صالح، در کوفه میزیست است. بار به عزم سفر از خانه خارج می شود، تنها بود است. در راه یک شخص روا میخورد، میگه برادر عزم کجا داری؟ میگه فلان شهر میخواهم برم. خیلی میگه از تنها رفتن ما را همراه رفیق بگیری خوب نیست. یک خشیر داشته است، این مرد 1 دینار در دستش تسلیم کرده، گفت برام همراهت بگی، در این بغلت بگی، از قفا میشینم در خشیر به قوت میشوه، انشالله 2 آدم به آزار خوشرو میبره به منزل میرسونه، هم رفیقی راحت میشم. این بیچاره را به خوشنودی قبولش میکنه، میآیند یک جا 2 راه میشود. این مرد اما 1 راهش میدونست، میخواست به او راه برود که این رفیقی نو باز میگردونش. میگه جوره این راهی که تو میروی راهی مشکلی خودت میدانی، به آب است، مشقت دارد، بهترش بیا به این راه رویم. گفت برادر آخه من این راه نمیدونم، بزرگا گفتیان برای دیده رو هر چند که دور است، زنی مردم نگیر هر چند که حور است. آخه راهی را که ندونم کجا برم. گفت من چندین بارو به این راه سفر کردگیم، به تشویش. قصه کنته هر دش به همین راهی نامعلوم عازم سفر میشوند، میآیند در یک جنگل وارد میشوند. این مرد نگاه میکند، در جنگل استخوان آدمی بسیار، کاسخانه سری بسیار، مرده زیاد در اونجا پرتفتگی. حیران میشود، میگه این بیچاره را کی کشته باشد؟ این ملعونی که از قفا بود میگه من. اینا مثل تا احمقا را پیدا میکنم،
در اسب یا خچیرشون سوار میشم، بیارم شو در همین جنگلی بی آدم، میکشم تمامی مال اشیاشون میگیرم میرم. گفت اگر مال اشیا را کار داشته باشی برادر، از شیر مادرت حلالتر بگی برا. گفت من فرزند دارم، از ریختن خون من به تو چی فایده؟ گفت شما هم خیلی بعد که رفته به وطن رسیده، بعد به قاضی مراجعت میکنید، به میرشب مراجعت میکنید، بعد در پی جستجو میشوند. اگر من این آدما را زنده میماندم حالی به این روزانه میرسیدم، حتما میکشم. به اشاره دیگه در گریه و التجا میغلطه. اما به این ظالم ملعونه که نان حرامش از حساب کشتن و غارت کردن است، گریه و زاری چی سود داره؟ آخر الامر گفت اجازه ده، گفتم 2 رکعت نماز بخونم. 2 رکعت نماز میخونم، بعد میکشیم چیکار میکنی اختیار داری. این بدبختم قلبش نرم شد، گفت مایلش هم 2 رکعت نماز بخونم، زود بخون. گفت نه نماز دیگه به دردت میخوره و نه کسی دیگه. در نماز استاد، قرائت شروع کرد، سوره فاتحه را خوند، باید یگان آیت یا سوره به فاتحه ضم کند. چیزی به زمانش نمیآید. یگان سوره کوتاه که میخواست بخوند دیگه بیچاره شخصی را که با شمشیر برهنه منتظرش هستند، از کجا دیگه چیزی به یادش برسه؟ ناخواست یک آیه به زبانش رونده می شود که از سوره نمل است، آیه 62 سوره نمل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اله مع الله قلیلا ما تذکرون. جایی که خدای تعالی میگه که ای مردم، آیا کیست غیر پروردگار؟ او کسی که به داد آدمی بیچاره میرسد. شخصی به اضطرار افتاده وقتی که مراجعت میکنه به دادش میرسد، اگر چنده در خلوت باشد، و مشکلی و مشقت ها را همه را رفع میسازد. آیا شما غیر الله سبحانه و تعالی الهی دیگر کار دارید؟ کمک کننده دیگر کار دارید؟ بسیار کم اندیشه میکنید، بسیار کم اندیش هستید، بسیار ناشکر هستید. خداوند متعال میگه همه آیت زمزمه کندن میگیرد که در نماز گریان، دیگر همه آیت پای در پای خواندن میگیرد. ناخوش یک شه سوار پیدا میشود، یک مردی سواره بالای اسب مثل شیر غران نعره زده، در دست یک نیزه می آید، نزدیک می شود به این قاتل ملعون، به یک ضرب نیزه سوراخش میکنه، در سر نیزه می برداره می پرتویش 15-20 متر اون طرف، جا به جا این ملعون هلاک می شود. این مرد وقتی دید جانش رهایی یافت، بعد نماز باش سجده شکر میکنه. اون مردی پهلوان در پیشش ایستاده است، پیشش میگه که خدا رحمتت کند، تو از کجا پیدا شدی؟ تو کی هستی؟ خودت معرفی کن تا من بدانم که از کی میدار شوم. این مرد میگه من خادمی همو آیه که تو تلاوت کردی، من خادمی همو هستم. یک ملائکه از ملائکه های پروردگار بود است. افسوس و صد افسوس که ما از همین نعمت بیخبر هستیم. اگر سر ما یک مشقت مشکلی آمد، به فالبین مراجعت میکنیم، به جادوگر ساحر مراجعت میکنیم، به هزار خاک بلا مراجعت میکنیم، به مرد نامرد مراجعت میکنیم، اما مراجعت و التجای خدا را فراموش میکنیم. افسوس. آخر مقصد از نماز چی است؟ خداوند برای شما را وقت جدا کرده است که بنده ها همین ساعت من شما را قبول میکنم، بیاید چی راز نیازی داره، چی گفتنی داره، مراجعت کنید، من انشاءالله مراد شما را حاصل میکنم. پس ببینه که این نماز چی فضیلت دارد برادرای عزیز، چی بزرگی ها دارد. حضرت شیخ عطار یک قصه آورده است، روایت میکند اون یکی میرفت در بغداد زود، در میان راه آواز شنود. یک درویش سحر بیچاره در شهر بغداد که جای پشتی کارش میشد است، در میان راه آواز شنود. اون یکی گفت انگبین دارم بس می فروشم سخت ارزان، کو کسی؟
یک عسل فروش اومده بود است، با آواز بلند صدا میکنه، مثل که شیر فروشا میآیند بچه شیر ده بیو، میگه ای مردم عسل ارزان دارم، کو خریدار؟ یا ارزان و مفت میتم. بیچاره درویش گرسنه بود است، اگه بر راهش میرفت وقتی نام عسل شنید، این در پیش گرسنه مردم که نام طعام گرفت دهنش آب میکشه. آخر شیخ درویش گفت ای مردی صبور، میدهی چیزی به هیجه؟ گفت دور، تو مگر دیوانه ای ای بوالحواس؟ کس به هیجه کی دیه چیزی به کس؟ آمد پیشش گفت برادر عسل گفتی آخی دهنم آب کشید گشنه هم میتیم اگر عسل پول ندارم. ای خاک در سرت، گفت دیوانه ای هشاری، در گجا شنیده که به پول یک کس در یک کسی دیگه یک چیزا بته. حاطف گفتش که صوفی درای، یک دکان زینجا که هستی برترای، تا به هیچ ما همه چیز دهیم. یک آواز در گوشش اومد که خاک در سرت ای صوفی، آخی تو به خاطر محبت ما از بحر زن فرزند گذشتی، از بحر دنیا و در گذشتی، تو برای یک عسل شده محتاج یک بنده بشی؟ ببرو از این بازاری پرنکبت، یک دکانی طرفتر بیا در مسجد بدرا، یک دکان زینجا که هستی برتر آی، تا به هیچ ما همه چیز دهیم. وردیگر خواهی بس نیز دهیم، چیزی از من طلب داری از من طلب کرده من بتمد. هست دریاهای فضلش بیدریغ، در بری آن جرمه ها چون اشکی میخ. دریاهای فضل رحمت خدا اینا میخیل بیدریغ جاری شده رفته است. شب میخیزی نماز میخونی، روز نماز میخونی، نماز فرض میخونی، نماز نفل میخونی، یگان مانعی نیست غیر همون ساعتهای مکروه. همیشه در خدا برای تو باز است. نماز بخون، از خدا التجا کن، از خدا طلب کن تا پروردگار مرادات حاصل کنه. این از فضل نماز. و فردا روز قیامت اول چیزی که ما و شما را محاسبه میکنن همین نماز است. برادرای عزیز، اول ای نماز ما و شما را میپرسن. در حدیث آمده است، حضرت ابو هریره روایت میکند، حدیث امام ترمذی در جامع السنن خویش به اسناد حسن صحیح روایت کرده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامه من عمله صلاته. بدرستی فردا روز قیامت اول چیزی که بنده را محاسبه میکنن از عملهاش نمازش است. اول چیز که فردا روز قیامت از بنده میپرسن از بنده مؤمن نماز است که نماز چی نوع انجام دادی؟ آیا انجام دادی؟ فإن صلحت فقط افلح و انجح. اگر نماز را خوانده باشد، اگر شکرگزاری نعمت خدا را توسط 5 وقت نماز کرده باشد، خوشا به حالش که رستگار شد، نجات یافت. امتحانات دیگری قدر مشکل نیستند. دروازه نماز برای کسی باز شد، انشالله در پیش دیگر دروازه ها باز نمیمونه. و این فسدت فقط خواب و خسیر. اما اگر نماز فاسد شود، اما اگر نماز از عهده نبراید، از امتحان نگذرد، مثلا نماز نمیخوان یا نماز با قضا میخوان یا نماز با جماعت نمیخوان، در این صورت وای به حالش که روش سیاه و نامش گم میشود، خواب و خسیر، شرمنده و رو سیاه میشود، دوزخی میشود. بعدم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ما و شما را به نمازهای نفل ترغیب کرد. فإن انتقص من فریضة شیئا قال رب تبارک و تعالی انظروا هل لعبدی من تطوع. اگر مبادا میگه از نمازهای فرضی یگانجا یک نقصان واقع شد، خدای بزرگ میگفته است که همین بنده من کلی نامه اعمالش بگردونه، آیا نمازی نافله داره؟ نمازی نفل خوانده است؟ انظروا هل لعبدی من تطوع، این سخن پروردگار است. نظر کنید آیا همین بنده نمازی نافله دارد؟ غیر نمازهای فرضی آیا به شب یا به روز نمازهای زیادتی میخوان؟ فیکمل بها من تقص من الفریضه. و با واسطه نمازهای نافله
همون نقصانی که در نماز فرض واقع شده است همون را کامل میکنن، همون را پر میکنن. ثم یکون سایر عمله علی ذلك، تمام عملهاش هم مثل همین نماز بعدا واقع میشود. این است برادرای عزیز نماز، این از حکم نماز، این از فضیلت نماز که نماز آبرو و عزت انسان هم بردارد. نماز زنگی ها را مرتبه و منزلت چون از همون سفید پوست ها بالا کرده است. حضرت بلال حبشی را هم خوب میدونه. بلال مؤذن یک صبح از برای ادا کردن نماز بامداد به مسجد آمد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حال نماز بامداد نخوانده بودند. مراجعت کرد، گفت یا بلال حدثنی بارجا عمل عملته فی الاسلام. ای بلال گفت کو گپ زن، تو چی عملی نیک داری؟ تو چی کار داری؟ چی عملی خیر داری که از من نهفته و پوشیده است؟ فإني سمعت دفن عليك بین یدی فی الجنه. من شب گفت صدای پامانی تو را در جنت شنیدم. پیش روی من کسی میرفت، آوازی کفشاش بلند میشد، نگاه کردم که بلال حبشی در داخل جنت. تو چی کار میکنی؟ کو هم بهترین عملی که در اسلام کردی امر برای من بیان کن تا برای دیگران من تشویق ترغیبش سازم. حضرت بلال بسیار خاکسار بود، گفت یا رسول الله ما عملت عملا ارجع عندي انی لم اتطهر طهورا فی ساعت لیل او نهار الا صلیت بذلك طهور ما کتب لی ان اصلی. گفت یا رسول الله یگان عملی نیک ندارم، یک عاجزی بیچاره هستم، من یک عادت دارم. گفت ای حبیبی خدا هر وقتی که غسل کنم یا طهارت کنم، فرق نداره شب است یا روز است، هر وقتی که خداوند برام میسر میگرداند که وضو بگیرم یا غسل کنم البته نماز میخونم. همون نماز شکری وضوئی که برادران میگن دلیل حجت اساسی ترینش همین حدیث است که این حدیث متفق علیه است، بخاری و مسلم روایتش کردند. ببینه یعنی شکرگزاری نعمت پروردگار که خداوند برام آب مهیا کرد، شرایط امکانم مهیا کرد که غسل کردم یا وضو گرفتم. از این بالاتر خداوند صاحب زنی صاحب جمالم کرده است، زنی مؤمنه، شب آغوشش میگیرم، غریزه شهوانی ما در نزدش آرام و ساکن میسازم. همه را چی؟ توسط انمون نماز حضرت بلال ادا میکنه که غسل کی کرد نماز میخونه. ما و شما بعد غسل به یادمون نماز میزنه، با شب به خاطر آغوش گرم زن میخیزیم، خلوت میکنیم که کودکو را کی خواب میبره، مرادمون را حاصل میکنیم. البته همین هم صدقه است، این خیلی اجر و ثواب دارد. وقتی مرد مسلمان با عائله حلاله خودش هماغوش میشود، مرادش حاصل میکند. بعدا غسل میکنیم زیرا ما مسلمان هستیم الحمدلله. اما کم جوان مرد یافت میشود که بعد همون غسل در رکعت نماز شکر وضو بخونه، در رکعت نماز شکرانه بخونه که خدای تعالی براش این امکانات مهیا کرده است. خداوند شهوتش داده است، مردش خلق کرده است، صاحب زنش کرده است، خانه داره، آغوش گرم گرفت، لذت برد، آرام گرفت. بعدی در رکعت نماز بخونه و شکرگزاری نعمت خدا را کنه. افسوس و صد افسوس که شکرگزاران کم است. اما ببینه که این نماز چی درجه و چی منزلتی دارد که صاحب شه به این حد به این درجه میرساند. خب صحبت نماز دراز است. من میبینم که در این هفته صحبت ما تا به اخیره نمیرسد، زیرا که داملو حاجی میرزا با قدومش به مسجد ما تشریف آورد، خداوند قدومش مبارک گرداند و ما هم از این فرصت باید استفاده ببریم. راستی هر باره که ما شهر کلاب می رویم، داملوهای کلاب خاصتا برادرم حاجی میرزا تمام شرایط برامو مهیا میکنن. بالای منبر مو میبرورن، بلنگویا که در دست مو میتن، خیلی بعضا لیمیت مو میتن، یک دقیقه های به شمار
حساب میکنن که از همین دقیقه تجاوز نکن، اما به هر وجه صورت بلنگوه که در دست میتن همیشه صحبت میکنیم. از این خاطر اگر به شرطی که امروز خداوند مساعدت کرده است، داملو به پای خود اومده است، اگر ما هم از فرصت استفاده نبریم برای تبریکات و تهنیات اهل این مسجد که الحمدلله مجاهد است، من تعریف توصیف شما رو به هم کلابم بردگیم ان شاء الله اگر از فرصت استفاده نبریم در جان خود مجاور میکنیم. از همین خاطر ان شاء الله حضرت داملو را خواهش میکنم التماس بلنگویا که بگی یک چند نصیحت، یک چند پند برای قوم مسجد ما ابراز نما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده و رسوله. السلام علیکم حضور محترم، برادران خیلی عزیز و گرامی. قبلا همه شما را به این روزی بندگی خدا، به این روزی بهترینی از هفته، این روزی که در فضل و برکات از عید قربان و عید رمضان دیگر بهتر است، تبریک و تهنیت میگویم و از خداوند خواهان او میشوم که همه آن خیر و سعادت و برکاتی که در این روز هست خداوند برای همه شما عاشقان این روز، عاشقان این بهترین مکان نصیب روزی بگرداند. و خدای مهربان را خواهان او هستم که خداوند مهر و محبت و اخلاص این روز را تا زمانی که امانت الهی همراه شماست خداوند در وجود شما، در قلب شما بیدار نگه بدارد. برادران عزیز و گرامی، همیشه البته چگونه ای که اکای داملو یاد کردن، ما نیز خیرخواه اکای داملو هستیم. الحمدلله که از دعوت حضرت و از گفته های او خیلی و خیلی خوبی ها و نیکی ها رو میشنویم و بسیار بسیار والله که خرسند میشیم که یک برادری ما و یک همشهری ما از دعوت ایشان، از گفته های ایشان یک راه خوب و راه درستی را انتخاب میکند. برای من برادران عزیز، اگرچند اکای داملو هم در بیدار کردن شما یا در راه درست هدایت کردن شما پیشگاه خدا در ثوابم گیرد، ولی خداوند شما را هم برای اختیار کردن این راه درست البته پاداش می‌دهد. شما وقتی که سخن خدا و رسول قدر میکنین و احترام میکنین و خدای مهربان مهر و محبت این سخن را در دل شما بیدار میسازد و شما را آگاه میسازد که شما برای چی آمدین. گفته عمر خیام بینگر چی کسی و از کجا آمده ای، میدان که چی میکنی کجا خواهی رفت. وقتی شما این درک میسازین که کی این شما، برای چی آمدین، چی ها کرده ایستاده این و فردا کجا میروین، وقتی این بیداری را شما حس میکنین، شما هم البته در مرحمت الهی گرفتار میشوین. خوش به حالتان برادران عزیز و گرامی که این روز را شما قدر میکنین و آمده این عبادتی خدا را به جا میارین. من میخواستم برادران عزیز به خاطر آن که وقت خیلی کم مانده است و اکای داملا هم بسیار یک
موضوع لازم و درکار برای امروزه حیات ما و شما، خواندن نماز. وقتی که صحبت میکند، من تا امروز به نام خدا برادران عزیز گمان میکردم که در تاجیکستان ما خاندانی نیست که در اون خاندان یک نفر یا دو نفر یا بیشتر نمازخوان نداشته باشد. من همتا گمان میکردم، زیرا سیرگشت منم زیاد است. به تمام قریب مناطق جمهوری میریم، خواه قشلاق است خواه شهر است، میبینیم که مردم اخلاص و محبت به سوی خدا بیشتر دارن. گمانم همین بود، ولی حاضر وقت در گمان خودم خطایی را هم حس کردم که خاندان‌های بود است که حتی از همین عبادت هم خالی بوده. ده ها نفر در یک خانه زندگی میکنن، ولی نفری پیدا نمیشود که در اونجا گوییم که خدا را عبادت کند. بود است این گونه خانه ها هم. ولی ما از پروردگار در حق ایشان در این روزهای سعید فقط خواهان او هستیم که خدایا اون خانه ها را هم پر از عبادت خودت بگردان. خدایا اون خانه ها را هم از یاد خودت، از ذوق خودت، از عبادت خودت خدایا خالی نگه ندار. عبدالقادر بیدل می گفت نقش معکوسی نگین از سجده می آید درست. برادران عزیز، بیدل کمتر مشکل فهمم باشد با دقت گوش کنین، ما همون مصرع هایش می گوییم که خودمون می فهمیم. نقش معکوسی نگین از سجده می آید درست، سرنوشت واژگون را راست می سازد نماز. حضرت می گوید وقتش ده چله ها، برادران عزیز، امروز برادران ما بعضی ها را می بینیم از روی نادانی چله طلا هم دارن، ولی بعضی جوان ها را می بینیم به خاطر سنت چله نقرگین می اندازن. در وقتش چله ها نگین داشتن، در زیر همون جای نگین گویم مهر بود. اکو رهبرها، پادشاه ها و مفتی ها در دستاشون همون چله ها بود، در جای همون پیچت زدن، یعنی در همون چله هاشون بود. حضرت بیدل بینین که خدا نگهش دارد و خدا رحمت و مغفرتش کند، میگوید تا همون مهر، تا همون نگین اگر خم نشود و سجده نکند، آن چیزی که در داخل دارد کسی او را دیده نمیتواند. نقش معکوسی نگین از سجده می آید درست. سجده می کند آن چی در درونش دارد، بیگانگان بیرون بودگی ها میدانند که در درون همین نگین چی بوده است. سرنوشت واژگون را راست می سازد نماز. یعنی انسان تا سجده نکند، ما در ایمان داشتن و مسلمان بودن او گوییم چی شک داریم. تا انسان اگر سجده نکند، تا انسان سبحان ربی الاعلی نگوید. برای همین برادران عزیز و گرامی بسیار کوشش کنین تا که در خاندانهای ما و شما، خاندانهای همسایه های ما و شما از این عبادت مهم و لازم خالی نباشد. هر خاندانی که شما بینین، حتی خدا خیرش دهد، صاحبای کتاب میگویند که وقتی یک آدم نمازگزار از حیات میگذرد، شما بینید که همون جای نماز برای نمازگزار 40 روز گریه میکرده است. همین جایی که تو سجده میکنی سبحان ربی الاعلی میگویی. ولی وقتی یک انسانی که از این عبادت بسیار لازم و مهم خالی میشده است و این دنیا را پدرود میگفته است، 40 روز جای نشستی او شکر به سوی خدا میکرده است که بالای من از عبادت تو خالی بود، مگر برای این بنده یک جای نشستی بود و خلاص، نه جای عبادت.
برای همین بود که شیخ سعدی را خدا رحمت کند، اونا گپی سخت نمی گفتن. اونا گپی اگرچه گپی سخت هم گویند، گفتی بزرگا بگفتن تلخ تا شیرین شوی زود. تلخ می گفتن به خاطر شیرین شدن. مثل که می گفت وا مشمده که او بی نماز است، آدم نماز ندارد قرضش نته. حالا که این تقرض الله قرضا حسنا یضاعفه لكم و یغفر لكم. خدا میگه وقتی یکدیگر شما قرض میتین، من در عوض قرضی که شما میتین من برای شما پاداش میتیم، ثواب میتیم، هم گناهاتون مغفرت میکنم. ولی شیخ سعدی میگه شخصی که اگر از این عبادت دور باشد شما قرضش نتین. و مشمده که او بی نماز است، گرچه دهنش زفاقه باز است. ببینید او قرض خدا نمیگذارد، از قرض تو نیز غم ندارد. حتی دهنش از فاقه باز باشد با او قرض دادیم. برای چی؟ میگه آخه قرض خدا از همه مهم است، قرض خدا را ادا نمیکند و پروای 4 تنگه تو دارد. از این خاطر برادران عزیز و گرامی کوشش کنین که هر یک نفری را که شما به نماز نزدیک میکنین، ان شاء الله در پیشگاه خداوند شما ثواب خیلی بلنده میگیرین. من بار اول مسجد اکای داملا آمدم، ولی همین میکروفون هایی که میبینین الحمدلله که روشن و تازه گپ میزنن. من قبلا نمیدونستم میکروفون های اکای داملا چخیل بود، ولی با تلفن میگفتم که اکای داملا همین میکروفون ها چخیل هست، زیرا که اساس برای داملا وقتی بیان میکنه، داملایی که موعظه میکنه، داملایی که منبر برای فقط دعوت برای خود اختیار کرده است، فقط میکروفون دینامیک رول کلان میبازه، باید همه صدا را شنود. خب با اکای داملا خیلی گفتگوزار کردیم، گفت برادرای هستن که مقصد میخواهن نو کنن همین میکروفون ها را اگر غلط نکنم همونو هست اکای داملا، همونها را حتی از کولا ما تشکیل کردیم، روان کردیم. کدام برادری در اینجا خیلی مبلغ گذاری کردن، ولی همینها را برای آبادی همین مسجد ما همچه یک دلالت کردیم تا که همه برادرای ما از صدای اکای داملا بهره‌ور شوند. ولی مسجد اکای داملا را راست بار نگاه میکنی به اکای داملا این موافق و مناسب نیست. اگه کسی خیلی میفهمد نمیفهمد، خیلی کسی قبول دارد ندارد، الحمدلله که اینجا گویم اخلاصمند ها و گوش کننده ها زیادن. ما باید کوشش کنیم که یعنی برای بهبودی همین جای کردن مردم. در ما مشکلات ها بود برادر عزیز، بسیار مشکلات ها بود، ولی همین دعوت ها و برادرها را تاکید ها امروز تا 4,500 آدم میشینه در مسجد. ولی به هر حال اگر چند جای هم نشود، ولی این 4,5 هم 4 هم حاصل نیست. برای همین برادران عزیز و گرامی من در آخر همین قدر به شما خواهش دارم که همون عبدالله ابن شخیر گفتگی، یکی از صحابه پیامبر میگه اتیت النبی صلی الله علیه و سلم و هو یقرأ الهاکم التکاثر. آمدم نزد پیامبر، ابن شخیر میگوید آمدم که پیامبر سوره تکاثر میخواندن، الهاکم التکاثر. بعد از آن میگوید به طرف من گشت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت ای گفت ابن شخیر یقول ابن آدم مالی مالی مالی. همین فرزند آدم دائم مال 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 میگوید، دائم فرزند. البته برادران عزیز از خودمون خلاصه برای همین ما و شما مال نمیگیم، ما هم شما مال میگیم، ما هم شما هم مثال در داشتن مال ما هم بسیار محبت هم داریم. فرزند آدم مال 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 میگوید و هل لک من مالک. آیا پیامبر گرامی گفتن از همین مال برای شما من خبر تیم؟ الا ما اکلت فافنیت. گفتن مال همین است که آن را که از مال داری چیزی میخوری نابود میشود و چیزی را خریده میپوشی کهنه میشود، یا چیزی را در راه خدا صدقه کنی از دستت میرود. گفت همین است مال. گفت برادران عزیز و گرامی، ولی اگر ما از جمله کسانی باشیم که
خداوند از مال در وقتش گوییم که مالدارم نبودیم، ما را خداوند مالدار کرد، ما را صاحب پول کرد، صاحب دولت و سولت کرد. ولی فراموش نکنید که همون مالی را که ما برای آبادی مسجد وقتی صرف میسازیم، شما باز خداوند در عوض او برای ما بابا مال میتید. این وعده خودش هست که در عوض این، یعنی پول ما رفت از دست ما و ما گویا بانکرات شویم و فقیر و بی پول شویم، معنی را ندارد. برعکس خداوند در عوضش هم ثواب و هم برای ما با مال میتید. شما این را فراموش نکنید. برای همین اگر هر کسی که از امکانیتش، اولی در امروز درباره خدمت در دین وقتی در معرکه ها و در چارتنی ها میشینیم گپ میزنن بچه ها، اولی خدمت هایی که امروز میلش خدا برکتون تید، چی مقدار میکنین نمیکنین برای فایده جان خودتون بکنین، ولی در دوره های اسلام، در دوره های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شما بینید که برای قوت گرفتن دین، برای آباد کردن گویم مسجدها، حتی وقتی که پیامبر بیان میساخت یا صحابه های او در یک معرکه بیان میکردن، میگه شخصان پیدا شدن، زنها پیدا شدن که پیامبر گرامی